دادستانی نقلیات منطقه اورال روز 5 سپتامبر سال 2022 در تلگرام کانالش خبر داد که دادستانی نقلیات ولایت سوردلوفسک تفتیش پرونده یک زن 53 ساله شهروند تاجیکستان را به انجام رسانیده برای بررسی به دادگاه نوعیه شالیه سپرده است. این زن که ماه ایون در ایستگاه شالیه هنگام انتقال 300 گرم هیروئین توسط قطار راه آهن مسکو ولادیواستوک دستگیر شد. بر اساس قسم 3 ماده 30 و قسم 4 ماده 228 کودکس جنایتی روسیه به قصد فروختن مقدار بزرگ مواد مخدر با استفاده از شبکه اینترنتی ایبدار می شود. خود این زن و یا ادوکات و نزدیکانش برای شرح اتهامات اعلان شده دسترس نیستند، ولی بنا به فرضیه تفتیشات این زن تاجیک همراه یک نفر شخصیتش نامعلوم که پرونده او را آلوده کردند ماه یونیو سال 2022 در قطار مسافرکش مسکو ولادیواستوک از شهر مسکو برای فروش به شهر نوسیبیرسک 300 گرم هیروئین برد. این مقدار مواد مخدر را او در یک سومکه ورزشی در رف بالایی کوپه‌اش پنهان کرده بود. تفصیلات دیگر این پرونده دسترس نیست. به زن تاجیک برای کوشش فروش مقدار بزرگ مواد مخدر همچون جزا بر اساس قسم 4 ماده 228 کودکس جنایتی روسیه از 10 تا 20 سال زندان با جریمه به مبلغ 1 میلیون روبل تهدید میکند.